این فیلم توانایی اونو داره که احساسات شما رو تا چند روز درگیر نگه داره. نه فقط احساساتتون بلکه فکرتون رو هم درگیر خودش میکنه. داستان فیلم داستان دختریه که توی بار توی آمریکا خدمات جنسی ارائه میده. یک بار به یه مشتری روس خیلی پولدار برمیخوره که این مشتری ثابتش میشه و کم کم بین این دوتا آدم یه ارتباطی شکل میگیره، ولی ارتباط قرار نیست بدون چالش باشه. داستان فیلم به همین سرراستیه که توی یکی دوتا خط گفتم. اتفاقا بازیای بازیگرا و کارگردانی فیلم هم همینقدر روون و اتفاقا منطبق بر واقعیته. در واقع درسته که موضوع فیلم خیلی خاص و دور از ذهنه، ولی فضای فیلم خیلی واقعی در اومده. What the fuck is going on here? Они написали, что она проститут. I am telling you, you do not know this guy. Vanya? It's a fraud marriage and we're getting in an old ASAP. خوشبختانه ریتم فیلم هم خیلی روون و قابل قبوله. توی 2/3 ابتدایی فیلم ما با یه ریتم تند طرفیم و تقریبا توی 1/3 آخر فیلم ریتم یکم کند و خسته کننده میشه که البته این تغییر ریتم هم منطبق با فضای داستانه و چیزیه که ازش انتظار میره. در کل به نظرم آنورا به خودی خود این توانایی رو داره که مخاطب رو از اول تا آخر فیلم پای خودش بنشونه. من این فیلم رو به شما پیشنهاد میدم، ولی ادامه این ویدیو رو بعد از دیدن فیلم ببینید چون داستان رو ممکنه براتون اسپویل کنه. 15 cash up front. Deal. Deal. چیزی که فیلم آنورا رو برای من جذاب کرد 2 نکته بود. یک، نگاه انسانی به احساسات و عواطف شخصیت اول داستان، شخصیت آنورا بود. آنورا به واسطه یه شغلی که داره احتمالاً ما ته ذهنمون خیلی حق و حقوقی براش قائل نیستیم. احتمالاً ته ذهنمون میگیم هر اتفاق بدی که براش بیفته مقصر خودشه و به خاطر شغلیه که داره. ولی فیلم این سوالو مطرح میکنه که آیا این آدم حق نداره که بخواد زندگی عاطفی و درگیری احساسی با کسی داشته باشه و احیانا مسئولیت اتفاق بدی که براش میفته رو چی باید تقبل کنه؟ آیا نظام حقوقی این امکان رو داره که بخواد از اون آدم حمایت بکنه؟ آنورا توی فیلم تلاش میکنه به واسطه ارتباطی که با مشتریش ایجاد کرده سعی میکنه زندگیش رو تغییر بده و احتمالاً طبقه اجتماعیش رو عوض بکنه، ولی خب به یه بنبست بدی میخوره. بنبستی که نتیجهش تعرض به احساسات و عواطف این آدم هست. جالبه که توی فیلم هیچکس هیچ دغدغه‌ای بابت عواطف و احساسات آنورا نداره. حتی خودش هم خیلی درگیر این موضوع نیست. فقط یک نفر توی فیلم درگیر دغدغه احساسات و عواطف آنورا داره و اون هم یه آدمیه که حتی خود آنورا هم نگاه خوبی بهش نداره و احتمالاً یه شهروند درجه چندم حساب میشه. It's a fraud marriage and we're getting in an old ASAP. It's my fucking god. Be a fucking man and talk to me. نکته بعدی اما شبیه سازی اتفاقات سیاسی حمله روسیه به اوکراین توی پس زمینه داستان آنورا هست. توی دنیای واقعی روس‌ها با قلدری با استفاده از قدرت و پولی که دارن به هر کشوری که بخواین حمله میکنن و هیچ قانونی توی دنیا نمیتونه جلوی اونا رو بگیره. این اتفاقی که توی فیلم هم داره میفته. روس‌ها یه شهروند آمریکایی که حالا نژاد روسی داره رو توی آمریکا توی خونه‌اش زندانی میکنن، اونو مجبور میکنن قرارداد ازدواجش رو فسخ بکنه و هیچ حق و حقوقی براش قائل نیستن و صرفاً با $10,000 قضیه رو حل و فصل میکنن. این اتفاقیه که تو دنیای واقعی داره میفته و نظام حقوقی آمریکا که خیلی ادعای دفاع از حقوق بشر و حق انسانها رو داره هیچ کاری براش نمیتونه بکنه. اما یه پارادوکس این وسط بی جواب میمونه. پارادوکس بی‌مسئولیتی و لوس بودن پسر روس در برابر تمایلی که برای آزادی خودش داره. پسر اونقدر تحت تسلط خانواده‌شه
که جرأت هیچ گونه مخالفتی با تصمیمات اونا رو نداره. و البته این آدم مسیری که خودش دوست داره انتخاب کنه مسیریه که به سمت آزادی شخصی خودش هست. البته خیلی هم بی‌مسئولیته و توان به عهده گرفتن مسئولیت تصمیماتش رو به هیچ وجه نداره. یه جورایی انگار یه تلنگری تو ذهن آدم میخوره که اگر آدم‌های هم نسل این آدم مسئولیت پذیری بیشتری داشتن و توان مخالفت بیشتری داشتن، آزادی بیشتری در دسترسشون بود و احتمالاً دنیایی ساخته میشد که هم برای خود این آدم‌ها و هم برای بقیه آدم‌ها جای بهتری برای زندگی میشد.